به نام خالق زیبایی ها. عرض سلام خدمت طبیعت دوستان و طبیعت گردان عزیز. امروز شنبه 15 اردیبهشت ماه سال 1403 هستیم. ما همکنون در تنگه معروف و نوستالژی قلات در کوه پادنای میمن هستیم. به دنبال بارندگی های خوب شب گذشته و امروز صبح باعث شده چشمه معروف این تنگه که به صورت فصلی هر سال ظاهر میشه امروز هم ظاهر و جاری شده و همونطور که مشاهده میکنید بر زیبایی های این تنگه افزوده است. خب این آب هر ساله در فصل زمستان که بارندگی فراوان باشه این آب جاری میشه و افراد زیادی میان از این موهبت الهی استفاده میکنه. این آب هم وارد ماسه و سنگ های این دره میشه. چقدر زیبا هست این صخره ها و در کنار اون این چشمه زیبا با صدای آرامبخش و دلنشین. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه